اگر پیش از ماه اکتبر سال 2020 نرخ 1 کیلوگرم شکر 6 سامانی بود، حالا از 10 سامانی بالاتر است. اگر 1 لیتر روغن 10-12 سامانی بود، حالا از 20 سامان بالاتر است. اگر 50 کیلوگرم آرد 200 سامانی بود، حالا از 250-260 سامانی بالاتر است. یعنی در چند ماه اخیر نرخ و نوای محصولات نیازی اولی مردم یک باره بالا رفت. سلام بینندگان گرامی، حالا در عرفه عید ماه شریف رمضان قرار داریم و در این عید عادتا مردم ما به دسترخوان‌های خود را می‌آرایند و به خانه‌های یکدیگر به دعاکنی می‌روند. ما تصمیم گرفتیم که از مردم شهر دوشنبه پرسان شویم که آیا با این نرخ و نوای امروزه بازار دسترخوان‌های خود را می‌آرایند یا نه. ما امسال با این نرخ و نوا دسترخوان ایدانه می‌آرایید؟ بله. از سال‌های قبل چه فرق دارد؟ کم ترک قیمت‌تره. کم ترک. مثال چه قیمت؟ مثلا نرخ نوا خیلی بالا رفته است. نرخ نوای بازار بسیار قیمت شدگی دسترخوان ایدانه رو رنگی سال‌های پیشتر نمیتونم چی باید کرد که نرخ نوا قرار کار کردن در پول نرخ نوا رو پستر کردن در این نرخ نوا قیمت ها نمیشه وای مثلا از سالهای پیش چی فرق دارد؟ از سالهای پیش خیلی فرقی دارد. یا سه مقصد 10 سوم 12 سوم 35 سومونه اگه زور میرسه نداشته باشه ما اگه جا بکشویم به همین 240 سومانی 500 قطعه چی میشه در پول سویتم نمیرسانم. پول سویتم 240 سومان اومده 10 سومان میمونه هم قطعه من چه زندگی میکنم خودم. نرخ بلنده 500 همو 500 دسترخوان ایدانه کم خرج کرده. برای چی کم؟ اویلا فقط اویله خودمون. از سالهای پیش چی فرق دارد؟ نرخ نوا با هر روز قیمت‌تر شده ایستاده است. این یگان ضرر ندارد؟ مجبور چیکار میکنه دیگه؟ مجبور میخری آخه. اکنون حاضر نگاه کن من پیش از عید کلونیک 10-12 بود حاضر 20 سوم شده است. فهمیدی؟ کیلوی رمضان با ارزان کنن همیشه قیمت‌تر شده. اگه جا میاری خوردن نمی‌آویم اگه جا نسخن میاری دادر جو. باش که خونه اوچه میرم شرایط ندارم.